اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، اگر الله سبحانه و تعالی اعلان قبولیت توبه را نمی کرد، چه راه و چاره داشتیم؟ کدام طرف می شدیم؟ آیا مال و متاع و اولاد کفایت می کرد؟ نه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی آمدنی است که اونجا فرار میکنه برادر از برادر و امه و ابیه و از مادری خود و از پدری خود و صاحبته و بنی، از زن و فرزند خود فرار است. او تو روز میآید چی میکردی؟ الله قبول میکنه. ان الله یقبل التوبه عن عباده، الله است که قبول میکنه توبه از بنده های خود. و یعفو عن کثیر عن السیئات، الله عفو میکنه از گناه ها. الله هست.